چی طوره که به همگان معلوم است جامعه جهانی در روند برخورد تمدن‌ها و جهانی شوی قرار دارد. این روند هر یک ساکنی سیاره را وظیفه‌دار می‌نماید که از زبان‌های خارجی آگاه باشد، زیرا یگانه واسطه حفظ ارزش‌های ملی این دانستن این زبان‌های خارجی میباشد. در شرایط کنونی زبان‌های خارجی بخصوص انگلیسی و روسی زبان‌های بین‌الخلقی و زبان‌های معاشرتی بین ملت‌ها به حساب می‌روند. از این لحاظ امروز در بنای مأموری دانشگاه دولتی کلاب به نام ابو عبدالله رودکی کنفرانس در موضوع نقش زبان روسی در زمان معاصر بخشیده به روز علم تاجیک برگزار گردید. در کنفرانس سمردین و زینب نامزد علم‌های پداگوژی داتسنت سردار ریاست علم و اینواتسیا، قربانزاده امیده سردار مرکز رشد کسبیت و اینواتسیای دانشگاه، ابراهیم احمدخان جانشین دکان عاید به تربیه فاکولته فیلولوژی روس و هیئت دانشجویان دانشگاه اشتراک نمودند. نخست سخن افتتاحی را قربانزاده امیده آغاز نمودند. سپس حسین و شهنازه دانشجوی سال چهارم فاکولته فیلولوژی روس در موضوع هیستوریا روسکا و لیتراتور نوای یازیکا، یاربک سمندر دانشجوی کورس دوم همین فاکولته در موضوع روسکی یازیک как один из мировых языков، ибронова شهلا دانشجوی سال سوم فاکولته مذکور در موضوع насколько русский язык востребован в تاجیکستان سخنرانی نمودند. در آخر کنفرانس با سوال و جواب و محاکمه بین استادان و دانشجویان به اتمام رسید.